عید ایدئال. کدام عید مگر می شود که عید کنم؟ چگونه خون شهیدان خود سپید کنم؟ به هر کجاست مسلمان غرقه در خون است و سرزمین مسلمان به چنگ ملعون است. ببین چگونه جلاد و قصاب هم دستند و به امهای نسل ما کمر بستند. کجاست غیرت حکام مصر و ترک جهان؟ نمانده مرد مگر در سعودی و عمان؟ همه سکوت نموده به کنج بیشه شدند و یا که دسته به امهای ما به تیشه شدند. به جای بردن غم عید غم به دل افزود. به جای بردن غم عید غم به دل افزود. کجا خاموش توان کرد آتش نمرود؟ نماز و روزه بیروح و بی پیام داشته، به خواب رفته و به زعم خود صیام داشته. هزار محشر از خون و درد و قحطی را، درد امت مظلوم و اوج سختی را. چگونه چشم بپوشم و خوش به عید شوم؟ سرم به خاک و من از غفلتم سعید شوم. هزار شرم به من گر به خنده لب بزنم. چگونه حرف ز شادی و طرب بزنم؟ بیا که ناله به درگاه ذوالجلال کنیم، فکر آمدن عید ایدئال کنیم. چنان که عزت گیتی به کام ما باشد، آفتاب سعادت به بام ما باشد. عید ایدئال. کدام عید مگر می شود که عید کنم؟ چگونه خون شهیدان خود سپید کنم؟ به هر کجاست مسلمان غرقه در خون است و سرزمین مسلمان به چنگ ملعون است. ببین چگونه جلاد و قصاب هم دستند و به امهای نسل ما کمر بستند. کجاست غیرت حکام مصر و ترک جهان؟